سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. بچه ها امروز اومدیم یه دوئل بزنیم با هم دیگه. بچه ها عشق میکنیم. بچه ها یه ویدیویی براتون آوردم، اصلا خدا به چنل خودتون خوش اومدید. بچه ها امیدوارم که همیشه سر حال باشید تا بتونید ویدیوهای من و بقیه یوتیوبرها رو نگاه کنید. بچه یه دوئل خوب و دیدنی و جذاب براتون آوردم که اصلا مثل آب خوردن، اصلا چیپس و پاپاکا رو بیارید از همین الان. خیلی خوبه. بچه خواستم یه چیزی بگم که بذارید وسط ویدیو میگم، حالا بریم یکم بازی رو نگاه کنیم چی میشه، چیکاره بکنیم. بچه اینجا خوردم دالتون. بچه هر کس میخواست با من دوئل بزنه، حالا به کامنتی چیزی بذاره، یو آیشو بفرسته، من بهش اد میدم که بریم واسه دوئل. بچه بخشید سر رو خوردم هستم. ببخشید دیگه، خودتون ببخشید. بچه اجازه چندیم فکرم 3-1 بچه خیلی بازی خفنیه. بعد بذارم الان بگم، همون گفتم آخر ویدیو بهتون میگم. بچه ها بخواستم بگم که نگاه کنید، اگه لایک های و ساب های این ویدیو بره بالا، ساب ها بره واسه 500 تا که بشیم 100 تا سابسکرایب، و لایک های این ویدیو رو به 10 تا برسونید، قطعا میریم واسه هادوسنس رو بذارم. هادوسنس رو تا الان امروز سه‌شنبه است و دیگه کدسنس و کد هاد براتون میذارم. بچه ها اگر توی چنل تلگراممون عضو نشدید حتما برید عضو شید. ما توی کپشن برندتم بگمش. خب توی کپشن من براتون میذارم که برید چنل رو میذارم که برید بردارید. بچه دمتون گرم که اصلا خیلی بامرامید. بچه پینگ رو نگاه کنید کاش لایک دارم یا نه. پینگ رو شما نگاه کنید، اصلا عشق کنید. خب بچه ها چرا اینکه پینگ من خوبه، چرا اینکه من لایک نمیگیرم. بچه ها یه دقیقه بسی. بچه ها ببخشید چرا پینگ خیلی خوبه، چرا کاش لایک خوبه. بچه ها نگاه کنید، پینگ یکی از بهترین چیزایی که ما کارافازا احتیاج داریم. بچه پینگ اصلا ببینید بچه ها همه رو روک بدون هیچ DNSی وارد کالاف شید. بدون وقتی پینگتون 100 خورده ای بود، 190 بود، 200 بود، نرید بگید واسید من برم DNS بشم. نه بچه چیکار میکنید؟ وامی صبر داشته باشید تموم بود. الان من یکم پینگم میرفت بالا، الان دیگه خوب شده. آره بچه نگاه همین پینگ رو من میرم. ساعت چند؟ 12 ظهر. الان ساعت 12 ظهر. آره ساعت 12 ظهر من ویدیو براتون میگیرم. اصلا بچه خیلی پینگ خوبه. و اگه دوست تو کامنت ویدیو بعدی هادوسنس باشه یا کاش پینگ، چی از این بهتر بچه ها. حالا اگه مثلا پینگتون بالا باشه، منم یه DNS راه دارم که پینگ ثابت و خوب میکنه. این از این. و بچه ها نکته سوم این که سرور مهمه. سرور یکی از بهترین چیزاییه که ما ایرانیات خیلی باید سرور رو دوست داشته باشیم. سرور بچه از سرور 15 به بالا یا 14 به بالا دیگه سرور اروپا میفته. الان ما سرور 10 خیلی خوبه.
ببین بچه 10 خیلی خوبه. من یه بار داشتم بازی میکنم سرور 9 بودم بچه 9% دیگه خداست. پینگ من روی 40 خورده بود و خیلی پینگ خوبه. سرور خیلی مهمه بچه ها. سرور بعد نت ایرانسل همراه اول اینا یا مخابرات اینا خیلی خوبه. رایتن هم خوبه ولی ایرانسل که من دارم همین پینگو، یعنی مثلا همه رو همین طوری میده. همه پینگای مثلا اونایی که ایرانسل دارن همین پینگو دارن بهشون میاد. بخاطر همین دیگه چی شد دیگه. همین ایرانسل خیلی خوبه بچه ها. بازی رو ببینیم چیکار میکنیم بچه ها. اینجا اونا چی کرد؟ و تمام بچه ها دمتون گرم تا اینجا ویدیو دید.